رشته که بسیار زیاد دوست دارم البته ژورنالیسم هست. رقیه رسولی هنوز امیدش را از دست نداده و با عزمی راسخ برای شرکت در آزمون ورود به دانشگاه آماده می شود. طالبان چند هفته ایست با یک دستور دختران را از تحصیل در دانشگاه تا اطلاع بعدی ممنوع کرده است. دستوری که خانم رسولی را هم شامل می شود. با این امید هستیم که امروز آمده با کتاب‌های ما می‌خوانیم. انسان‌های قوی انسان‌هایی هستند که در زمان ناممکن در شرایط بحرانی خود می‌کشند. البته خانم رسولی تنها نیست. چند کوچه آن طرفتر در غرب کابل، هما رجبی هم کتاب و قلم را کنار نگذاشته و آرزوهای بلند دارد. رشته من انتخابم پیلوتی بود. میخواستم پیلوت شوم و پرواز کنم در تمام جهان، خلبان شوم و امیدوار هستم به آرزوهایم. قول رسیدن دادیم که باید برسم به آرزوهای خود. دو تصمیم جنجال برانگیز حکومت افغانستان درباره دختران و زنان این کشور شامل منع تحصیل دختران دانشجو و ممنوعیت اشتغال زنان در نهادهای خصوصی داخلی و خارجی همچنان پابرجاست. استقامت کردن و زهرا با تصمیم دوم طالبان کارش را مثل هزاران دختر و زن افغانستان از دست داده و از کارش بیکار شده است. واقعا خیلی جگرخون کننده است برای تمام ما زنان نو در دستاوردها و همچنان کارهای خود فعالیت میکردن، ولی فعلا که اونا خانه نشین شدن. دو فرمان جنجال برانگیز حکومت افغانستان درباره زنان این کشور در حالی است که سازمان همکاری اسلامی و شورای امنیت سازمان ملل در نشست‌های لغو این دو فرمان را خواستار شدند. ما از طالبان خواستیم که فوراً تمام اقدامات محدود کننده برای زنان و دختران را لغو کنند و به حقوق آنها احترام بگذارند. همه دانشگاه‌ها و مدارس افغانستان هم چون گذشته فعلا تا ابتدای سال آینده هجری شمسی در تعطیلات زمستانی است. سخنگوی حکومت افغانستان در آخرین اظهار نظر خود گفت ممنوعیت تحصیل دختران دانشجو موقتی است و پس از رفع موانع موجود دوباره دختران در کلاس‌های درس حضور خواهند یافت. طالبان اما درباره ادامه کار زنان تاکنون با وجود توقف فعالیت چندین نهاد کمک رسان خارجی و داخلی در افغانستان توضیح بیشتری نمی‌دهند. کشورهای مختلف همچنان سعی می‌کنند که طالبان را وادار کنند دوباره به زنان و دختران افغانستان اجازه تحصیل بدهند و زنان در جامعه کار و فعالیت داشته باشند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.